با وقت اقصی خاطره از آزادشوی اقصی. اقصی شاهد آن بود که چطور صلیبکشان آن را و تمام امت اسلامی را 88 سال پایمال کردند و حتی بالای قبة الصخره صلیبشان را گزیدند. مسلمانان از روی شدت حالت، قتل و اهانت گمان کردند که قیامت قائم شد. از آن دهی در مسجد اقصی در مدت 88 سال منع گردید. صلاح الدین چیکار کرد و چگونه الله سببها را مهیا ساخت؟ با ما بمانید. این لوح در اینجا هنگام آزادشوی مسجد اقصی گذاشته شد. چنانه که می‌بینید در آن نوشته شده است: به نام الله بخشاینده و مهربان، درود او باد بر محمد نبی و عائله ایشان. امر کرده است به ساختمان این و به کندن خندق. در اطراف قدس خندق بود. مولایمان شاه نصرت دهنده، صلاح دنیا و دین، سلطان اسلام و مسلمانان، خادم دو حرم شریف، او یکمین شخصی است که چنین لقب را گرفت و خادم این خانه مقدس یعنی مسجد اقصی، ابو مظفر یوسف ابن ایوب، احیا کننده دولت امیر المؤمنین. الله عمر او را دراز و به پرچم‌هایش یاری کند. در زمان امیر و فرمانده بزرگ شمشیر دین علی ابن احمد، الله او را عزیز گرداند، در سال 587 از هجرت شریف. خوش آمدید ای حبیبان به این حلقه با وقت مسجد اقصی. واقعا در روز آزادشوی مسجد اقصی عالم شاهد زلزله گشت. صلاح الدین ایوبی با ارتش خود بعد اینکه صلیبکشان را با خاک یکسان کرد، به زمین فلسطین با عزت و سربلندی وارد گشت. صلاح الدین ایوبی نه با شورای امنیت، نه با چهارگانه بین المللی و نه با سازمان ملل مشورت نکرد، بلکه قرار بین المللی را تماما به اعتبار گذاشت. یگانه چیزی که به او اهمیت داشت رضاگی الله سبحانه و تعالی بود. او و ارتشش شهر را محاصره نمود، آن را از دست صلیبکشان کشیده گرفته آزاد نمودند. مسلمانان گمان کرده بودند که قیامت قائم شد، چون در 88 سال صلیبکشان 70,000 مسلمانان را در این میدانهای مبارک قتل نموده بودند. برای مسلمانان ادای نماز و دادن اذان در مسجد اقصی منع گردید. حالت مسلمانان خیلی وزنین بود که حقیقت آن را تنها الله می‌داند. تقدیر الله این بود که با دستان صلاح الدین و ارتشش مسلمانان را از وزنینی به سبکی، از شکست به پیروزی و از خواری زاری به عزت و سربلندی برآورد. صلاح الدین به مسجد اقصی با ارتش سزاوار به مسجد اقصی وارد گشت و منبری را آورد که نه مثل این منبر بلکه منبر شرف بود. او خطیب را تعیین کرد و پس از 8 روزی که مسلمانان در آن مسجد را از ناپاکی‌ها و افلاسی‌های صلیبکشان پاک نمودند، خطیب روز جمعه بالای منبر برآمده خطبه‌اش را چنین آغاز کرد: حمد باد به الله که اسلام را با نصرت خود عزیز، شرک را خوار و روزها را با عدالت خود عوض شونده ساخت. حمد باد به الله که به ما این رحم زده را بازگرداند که از امت رحم زده غیب زده بود. پس ریشه ستمکاران برکنده شد و حمد باد به پروردگار عالمیان. سبحان الله، چه روزهای ارجمندی بودند آن روزها. نوابسته از آن که مسجد اقصی 88 سال از سال 1099 تا 1187 زیر استیلای صلیبی قرار داشت. الله برای بنده های صالحش نصرت، عزت، مقام و قدرت را عطا کرد. صلاح الدین ایوبی در شرایطی آمد که به شرایط امروزه مانند بود. کشورهای پراکنده و دوستی بعضی حاکمان ولایت‌های کشورهای اسلامی با صلیبکشان. صلاح الدین ایوبی آن پکنه ها را نابود کرده، مصر و شام را متحد ساخت و همچون فاتح سربلندانه وارد بیت المقدس شد. آزاد کنی محض با چنین راه می شود، نه با معتدل ساختن علاقه ها، نه با عملیات صلح، نه توسط فریب دادن آدمان، مسخره مسلمانان، تحریف کردن حقیقت و به تأخیر افکندن آزاد کنی مسجد اقصی. کی ارتش های مسلمانان را از آزاد کنی مسجد اقصی باز می دارد؟ کی مسلمانان را از ادای نماز در مسجد اقصی باز می دارد؟ کی اهل اردن، اهل ترکیه، اهل مصر، اهل جزایر
و اهل اندونزیا را از آن باز می‌دارد. کی سوی مسجد اقصی حرکت کرده در آن سربلندانه ادای نماز نمایند؟ کی ارتش‌های مسلمانان را از حرکت منع می‌کند؟ آیا آنها یگان نارسایی دارند؟ با آنها چی نمی‌رسد؟ مگر تعداد جنگاوران یا لوازمات جنگی آنها ناکفایه است؟ آنها بغیر از یک کمبودی هیچ کمبودی ندارند که آن موجودیت قیادت خالص است. این قیادت امت را متحد ساخته برنامه ارتش‌ها را که امروز وظیفه‌شان به تقدیس و حمایه حاکم ظالم مبدل گشته است دیگرگون می‌سازد. قیادت نوعی که تمام چینک‌ها را در ارتش تغییر می‌دهد تا آن با دستان پاک و با طهارت وارد مسجد شود. بسیاری از ارتش‌های مسلمانان و سربازانشان به ادای نماز در مسجد مبارک اقصی تشنه هستند. تصویری که رسانه‌ها به آنها می‌دهند اصلا شما را فریب ندهد. شما را آن شکافی که استعمار بین امت و ارتش آن ایجاد می‌نماید نفریبد. این ارتش‌ها سلاح امتند که حاکمان از ما دزدیده علیه ما نگرانیدند. پیش از همه ما باید ارتش‌هایمان را که فرزندان این امت هستند از دستان این حاکمان کشیده گیریم. سپس آن را به وجه درست روانه سازیم که الله سبحانه و تعالی را راضی می‌کناند. واقعا این مسجد مورد وعده قرار گرفته است. الله آن را به بنده‌های توانا که این کشور را اشغال کرده بودند وعده داده است و این وعده است واقع شونده. آره، به بنده‌های توانا که به مسجد مثل مراتبه پیشتر داخل می‌شوند و به هر چی دست یابند نابود سازند. این با اذن الله قریب خواهد بود و زمان برگشته با وقت مسجد اقصی دور خواهد زد. با شما در حلقه آینده خواهیم واخورد ان شاء الله.